عیسی سخنش را دوام داده گفت: پادشاهی خدا را چنین تصویر کردن ممکن است. یک زمیندار برای به تاکزارش کرا کردن مردکاران سحری بر وقت بیرون رفت. او یک چند مردکار را یافته آنها را 1 دیناری به روز کاریشان کرا کرد و به تاکزارش فرستاد. ساعت قریب 9 وی در بازار مردکاران دیگر را دیده به آنها گفت: شما هم به تاکزار من رفته کار کنید، بعد من مزد کارتان را می دهم. آنها رفتند. زمیندار ساعتهای قریب 12 و 3 نیز رفته مردکاران را کرا کرد. قریب ساعت 5 بود که وی باز یک چند مردکار را دیده پرسید: چرا شما تمام روزتان را بیکار گذرانده ایستاده اید؟ آنها در جواب گفتند: کسی ما را کرا نکرد. سپس صاحب تاکزار گفت: شما هم به تاکزار من رفته کار کنید. چون شام رسید، صاحب تاکزار به نظارتچیش گفت: رفته مردکاران را دعوت کرده مزد کارشان را ده. از آنهایی که آخرین کرا کردم سر کنید. مردکارانی که ساعت 5 کرا شده بودند هر کدام 1 دیناری مزد گرفتند. وقتی که اولین کرا شدگان آمدند فکر کردند که بیشتر مزد می گیرند، اما هر کدام از آنها نیز 1 دیناری گرفتند. آنها پولشان را گرفته از صاحب تاکزار شکایت کردند. آنهایی که آخرین کرا شده بودند فقط 1 ساعت کار کردند. ما باشیم در آفتاب سوزان روزی دراز کار کردیم و شما با آنها برابر ما مزد دادید. لیکن صاحب تاکزار به یکی از آنها جواب داده گفت: ای رفیق، من حقت را نخورده ام. مگر خودت راضی نشدی که برای 1 روز کاریت 1 دینار دهم؟ پولت را گیر و رو. به این مردی که آخرین کرا کردم خواستم برابر تو مزد دهم. مگر من حق ندارم که با پولم هر چی خواهم کنم؟ یا به سخاوتمندی من حسد میبری؟ در خاتمه عیسی گفت: پس آخرین ها اولین می شوند و اولین ها آخرین.